میشن هر دو یه پسر داشتن که اتفاقا پسرای هر دوشون هم 3 ساله بودن که این بچه‌ها دوقلوان و اینطوری میشه که بالاخره سوزان و تام با هم دیگه ازدواج میکنن. گاهی اوقات هم اونا خانوادگی میرفتن و یه هفته توی علاوه بر اون به باربرا قول داده بود که تا هفته دیگه بوده که همسرش متوجه دختراش هم یه تحصیلشون باشه دزدیده و اینطوری میشه که یه افسر FBI حرکت و باربرا براش توضیح میده که شوهرش بیشتر از 47 سال پیش توی جنگل